مرغ باقی ملکوتم، نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم، ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، و هوای سر کویش پر و بالی بزنم. به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. چقدر لبیک ها زیاد بود، چقدر غوغاها و سر و صداها زیاد بود، اما چقدر حاجی کم بود. یک ولی خدا وقتی به حج رفت گفت ما 3 نفر امسال حاجی شدیم، من و غلامم و این شترم. لبیک زیاد بود اما خدا لبیک ها را قبول نکرد، بسیاری از لبیک ها قبول نشد. وقتی که حاجی بر میگردد گویا تازه از مادر به دنیا آمد. دین چند چیزه؟ 4 چیز. دین همین، این دستار سفید، عمامه بزرگ، عبا و قبای پهن و بزرگ. نخیر، دین بر این نیست. خدا دعای حاجی را 100% قبول میکند و دعای کسی که حاجی به حقش دعا کرده. در عمر یک بار با پروردگارمان تجدید بیعت میکنیم، پیمان تازه میکنیم، قرارداد را تازه امضا میکنیم. ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی الستیم و بلا. پروردگار عالم از ما پرسید که الستو بربکم، آیا من پرورشگر و پروردگار شما نیستم؟ همه این روح همه کسانی که در دنیا هستن همه لبیک گفتن. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمای وطنم؟ مرغ باقی ملکوتم، نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم، ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست، و هوای سر کویش پر و بالی بزنم. به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. کعبه و سنگ بهانه است. اصلا حج فلسفه و حکمتش این هست که اوج بگیریم، عروج کنیم، به وطن خودمان برگردیم، دوباره به وطن برگردیم. در حقیقت ما مسافران و عابران گم کرده راه و گم کرده آشیانه و گم کرده خانه هستیم که دنبال خانه میگردیم. حاجی و رهی کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. ای تیر غمت بر دل عشاق نشانه، عالم همه مشغول و تو غائب ز میان. همه خدا خدا میگن، به دور کعبه میچرخن، به دور خانه خدا میچرخن، صاحب خانه را گم کردن اینا. او خانه همی جوید و من صاحب خانه. اقبال لاهوری رحمت الله علیه عجیب: به پیری من رهی یثرب گرفتم، به پیری من رهی یثرب گرفتم، نواخوان از سرور عاشقانه. به پیری من رهی یثرب گرفتم، نواخوان از سرور عاشقانه.
چو آن مرغی که از صحرا سری شام گشاید پر به فکر آشیانه. ما مرغ‌های گم کرده آشیانیم. صبح صادق از لانه و آشیانه بیرون رفتیم، در صحرای برهوت و بی آب و علف و بیابان راه گم کردیم، خانه گم کردیم، تختبند هوا و نفس و شیطان و اهریمن شدیم. دوباره میخواهیم این چدر از پای ما بیرون بره، این شبکه ها و تارهای عنکبوتی را بشکنیم، خانه خود را پیدا کنیم. حج معنیش اینه. رسول مقبول صلوات الله علیه فرمودن من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه رواه البخاري ومسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هر کسی که با ارادت و محبت و صمیمیت و از ته دل هدفمندانه حج می کند، تصمیم می گیرد، اراده می کند که حج کند، فلم یرفث ولم یفسق، دو شرط دارد: کارهای زشت و پلشت و بی‌حیایی، فسق، بی‌عفتی در گفتار، بدزبانی، فحش، ناسزا، دشنام، پرخاش، خشم، غضب نمی کند، مؤدبانه حج می کند، فروتنانه عاشقانه حج می کند، مظلومانه و متواضعانه حج می کند، به کسی آزارش نمی رسد، نه در گفتارش، نه در رفتارش، نه در کردارش، نه در پندارش، حتی در تصورش هم نیت بد در قبال کسی ندارد. نمیگوید که حالا من حاجی شدم، من این کار کردم، من چند عمره انجام دادم، من چند طواف کردم. نخیر، خودش را از همه کم و کوچک حس می کند، به فکر قبولیت است، به فکر سر و صدا و غوغا نیست. دانشمندان و عرفا میگویند ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج. چقدر لبیک ها زیاد بود، چقدر غوغاها و سر و صداها زیاد بود، اما چقدر حاجی کم بود. یک ولی خدا وقتی به حج رفت گفت ما 3 نفر امسال حاجی شدیم، من و غلامم و این شترم. بس لبیک زیاد بود، اما خدا لبیک ها را قبول نکرد، بسیاری از لبیک ها قبول نشد. اگر قلبت، نیتت، ارادت درست حج کردی، از ته دل درست حج کردید، از قلب حج کردید، رسول صلوات الله علیه گفتن رجع کیوم ولدته امه. وقتی که حاجی بر میگردد گویا تازه از مادر به دنیا آمد، یعنی کل گناهش مثل برگ درخت موسم خزان فرو می پاشد، می ریزد، مثل که تازه از مادر به دنیا آمد. این حرف رسول خدا صلوات الله علیه. این روایت امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما است. گناه معاف میشه، لیکن فلم یرفث ولم یفسق، با اون شرایطی که من خدمت عزیزانم عرض کردم. دین چند چیزه؟ 4 چیزه. دین همین، این دستار سفید، عمامه بزرگ، عبا و قبای پهن و بزرگ، نخیر، دین بر این نیست. همین محاسن، نخیر. دین سراپا سوختن اندر طلب، انتهایش عشق آغازش ادب. سر دین اکل حلال، صدق مقال، خلوت و جلوت تماشای جمال.
حلال بخوری، راست بگویی و انتهاش عشق محبت داشته باشی، آغازش هم با ادب شروع کنی. این میشه چی؟ دین. چه در اروپا است، چه در آمریکا است، چه در شرق است، چه در غرب است، هر ملک ملک ماست، ملک خدای ماست. بله. نیست پیوند عرب پیوند ما، نیست پیوند نسب پیوند ما، دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین سبب با یکدیگر پیوسته. رسول صلوات الله علیه فرمودند للحاج ولمن استغفر له الحاج، او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. خدا دعای حاجی را 100% قبول میکند و دعای کسی که حاجی به حقش دعا کرده. رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودند العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة، او كما قال النبي صلی الله علیه وسلم. یعنی یک کسی که عمره می کند، حج مبرور انجام می دهد، حج مبرور که لم یرفث و لم یفسق، در حجش یکی قبول اصابت داریم، یکی قبول اجابت داریم. در کتابها و روایات و عبارات قبول اصابت همین که حالا 4 رکعت نماز فرض خواندید و با اصول و شرایط فقه و حدیث خود را برابر کردید، درست شد، ظاهر شریعت انجام شد. یا حج را طواف کردید، سعی بین صفا و مروه کردید، بالاخره به عرفات رفتید، به مزدلفه رفتید، به جمرات را زدید، دیگه حج شما تمام شد، حالا در ظاهر تمام شد. این قبول اصابت گفته میشه در شریعت. یک قبول اجابت هست. قبول اجابت همون که از دل، از تصور، از ژرفا و عمق درونت حج بکنی. او قبول چیست؟ اجابت است که در نزد خدا هم قبول بشه. اگر حج که قبول بشه در او زشتی و بی‌حیایی و بدزبانی و بدگفتاری و قهر و خشم و بی‌ادبی نباشه، مؤدبانه حج کنی، لیس له جزاء الا الجنه، هیچ پاداشی مزدی ندارد به جز بهشت. در حدیث رسول گرامی اسلام چنین فرمودن تابعوا بین الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس لحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یک کسی که حج و عمره را یک جا انجام میده، 2 سود و فایده داره. رسول الله گفتن یکی گناه را از بین میبره، دوم فقر را از بین میبرد. فقر لیشهدوا منافع لهم، در یک جای دیگری از قرآن میفرماید در حج رفتن گویا منفعت است، هم مادی هم معنوی. نیست پیوند عرب پیوند ما، بگویند که ما پیوند و ارتباط عربی نداریم، نسبی نداریم، نیست پیوند نسب پیوند ما، دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین سبب با یکدیگر پیوسته ایم. به خاطر محبوب حجازی که رسول خداست اینجا جمع شدیم، در عمر یک بار خدا جمعش میکنه. لذا رسول الله فرمودن مثل که در کوره آهنگر، در کوره آهنگر وقتی طلا و نقره و بالاخره آهن انداخته میشه، او زدوده میشه، ذوب میشه، زنگارش از بین میره، بعد او حمائل گردن زیبارویان میشه. معناش است که شما که حج رفتید خدا زنگار دلت را پاک میکنه، بعد مناسبت پیدا میشه.
ارتباط و آشتی برقرار میشه، الله تو را قبول میکنه، زنگار دلت پاک میشه. حضرت عمر وقتی به حج میرفت و عمره میرفت، رسول الله چی میگفت صلی الله علیه و سلم؟ یا اخی لا تنسنا من دعائک، ای برادرکم عمر مرا از دعا فراموش نکن. در همین تلبیه و یا لبیک اللهم که شما حاجی ها میخوانن چقدر معنی داره. شما وقت اراده حج میکنید دعا میکنید اللهم انی اريد العمرة فیسرها لی و تقبلها منی. خدایا من تصمیم گرفتم، تصمیم حج گرفتم، خدایا به من آسان بگردان و ما را قبول کن، حج ما را قبول کن. علما نوشتن در کتابها به هیچ عملی رسول الله دعای آسانی نکرده، نه به نماز نه به زکات، به هیچ چی، فقط به چی؟ به حج دعای آسانی شده، چون حج خیلی سخته. لذا دعا میکنن که خدایا آسان بگردان و حج مرا قبول کن، آسان بگردان و حج مرا قبول کن. بعد شروع میکنید لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. خدایا به خدمت ایستادم، معناش همیست لبیک خدایا منی محاسن سفید و فقیر و هر دم شهید و فروتن و گناهکار با کوله‌باری از گناه، اما به خدمت شما ایستادم. لا شریک لک، میدانم به جز تو کسی نیست و تو شریک نداری. اگر به دوزخ میبری تویی، به جنت میبری تویی، شریک نداری، فقط تویی. ترس و طمع از توست، از غیر تو دیگه نه ترسی دارم نه امیدی دارم. موحد چو بر پای ریزی زرش، چو فولاد هندی نهی بر سرش. امید و حراسش نباشد ز کس، همین است و بنیاد توحید و بس. به سرم اگر فولادم بریزی، به پایم اگر زر و طلا هم بریزی، غیر از تو از کسی دیگه ترس و توقع و تو امیدی ندارم خدایا. معنیش است لبیک خدایا به خدمت تو ایستادم. ان الحمد والنعمة لک، سپاسگزاری به تو میزیدم، همه نعمت ها از توست. نعمتت را خورد عصیان میکنم، نعمت است تو من به غیری میتنم. معنیش این بود که خدایا 40 سال 50 سال 70 سال عمر دادی، جوانی دادی، قدرت دادی، ثروت دادی، همه را برباد دادم، در راه دیگران تنیدم، در مسیر دیگران خزیدم، تو را رها کرده بودم، حالا دنبال تو آمدم خدایا، دامان تو را گرفتم خدایا. معنیش است